در شاهنامه بیزوال فردوسی فاجعه ها خیلی زیاد هستند، خیلی بسیار. چگونه رستم فرزند جگربند خود را سهراب را به قتل میرساند. پدر قاتل فرزند می شود. در مثال همین دو فاجعه، فاجعه رستم و سهراب و رستم و اسفندیار، همین اندیشه های هومانیستانه، افکاری حکمتی و خیلی خیلی پیشقدم فردوسی بزرگ بیشتر ظهور کرده است.